پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 31 آگوست سال 2023 فرمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1996-2005 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی را امضا کرد. بر اساس این فرمان خدمتیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2023 از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخله، قشون‌های مدافع گرجدانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه، بتالون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت کرده می شوند. همزمان طی ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2023 شهروندان جنس مرد که به سن 18 رسیده اینچنین شهروندان سن کلانتر سالهای تولدشان 1996 به این طرف که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت خدمت حربی را ندارند به خدمت حربی دعوت کرده می شوند. در فرمان پرزیدنت به وزارت مدافع و مسئولان کمیسیه‌های دعوت دستور داده شده است که در نوبت اول از حساب انتخاب دقیق دعوت شوندگان صف قشون‌های سرحدی، گواردیای ملی، قسم‌های حربی تعیینات مخصوص را پره گردانند. همچنین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی موظف شده است که برای معاینه نظارت طبی دعوت شدگان طبیبان و متخصصان با تجربه را سفربر نماید. خدمت حربی در تاجیکستان برای شهروندان جنسشان مرد حتمی بوده 2 سال را در بر میگیرد. دعوت به صف قوه‌های مسلح هر سال 2 مرتبه در فصل بهار در ماه‌های اپریل مای و در فصل تیر ماه‌های اکتبر و نوامبر دایر کرده می شود. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان به تقریباً 16,000 سرباز احتیاج دارند. با آنکه افراد سن و سال دعوتی تقریباً 700,000 نفر را در بر میگیرد، هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند.